بچه‌ها سلام. امروز اومدیم از راه از کربلا برگشتیم، اومدیم خدمت یکی از آقایان بزرگوار، یه غار به نام غار شاپور، روانشاد شاپور کرکی، خادم الحسین شاپور کرکی. از آقا درخواست کردیم یه توضیح مختصری در رابطه با این غار بهمون در حد چند سنه که وقتشون زیاد نگیریم ان شاءالله برامون زحمت بکشن. السلام علیکم یا ابو عبدالله الحسین، زیارتتون قبول. غار حسینی خوش آمدید. خیلی ممنون. عرضم به حضور شما غاری که الان حضور دارید غار روانشاد خادم الحسین شاپور کرکی، جاده آزادراه خرم‌آباد پل زال اندیمش، کیلومتر 85. بله. که انشالله به امید خدا ما به خدمت‌دهی زائرین برنامه‌هایی داریم که بتونیم یک ظاهرسرا در حد امکانات کافی با همکاری مسئولین لرستان و اتباعات و متولیان این ظاهرسرا و این امورهای فرهنگی مذهبی بتونیم راه اندازی کنیم در جوار غار. ولی غار سنتی تاریخی نیاکانی اجدادی ماست. بله. انشالله که شاهد حضور بزرگان و عزیزانی باشیم که امید خدا از این مسیر تردد میکنن، ما قدمشون روی چشم ما بذارن و ما را مورد لطف پیش قرار دادن. با احترام سید ملک عابدین میررضایی متولی ظاهرسرای بابل حسین روانشاد شاپور کرکی. دستتون در نکنه. میتونم از خود غارم یه فیلم میگیرم؟ از خود غار میتونم؟ بله بفرمایید. غار سنتیه. بله. غار سنتی بله. تاریخی که به دست اجدادی ما نیاکان ما کندکاری شده و در سه قسمت طراحی شده است. قسمت سمت چپش مهمان، قسمت سمت چپ غار بله. جای مهمان بوده، سمت راست روبرو بله جای خانه بوده و اون قسمت هم مطبخ بوده، مطبخ غار بوده. بله. قسمت که الان هم ازش به عنوان مطبخ استفاده میشه. بله. ببخشید آقا. قسمت هم مطبخ غار بوده. بسیار عالی. به به. مطبخ غار بوده ولی بله. غار در دو طبقه. طبقه دوم بالاست که جای احشام بوده. بله. بالاست، طبقه بالاست. انشالله که شاهد حضور قدم مبارک بزرگان و عزیزان من اصفهان مهدان بزرگ، این سرزمین زایندرود قدمشون مثل رود زایندرود جاری بر چشم ما باشه. درود بر شما. و انشالله امیدواریم که نظورات خیرشون هم جهت کمک به این ظاهرسرا ما رو فراموش نکنن. امام حسین فراموش نکنن. التماس داریم. دستتون در نکنه. بنده خیلی خوش آمد میگم و سفرتون هم به خیر باشه انشالله. هر سال شاهد حضورتون باشیم. خیلی ممنونم. متشکرم. خواهش کنم. خدا نگهدارتون. التماس. جناب آقای علی بزرگ هم بله متولی طبخ غذا و کباب دستشون در نکنه. با زحماتی که میکشن برای زائرین دستشون در نکنه. علی بزرگوار متشکرم. خیلی خوش آمدید. التماس داریم آقا. خیلی زحمت کشید. دستتون در نکنه. بزرگان اصفهان ما را فراموش نکنید. التماس داریم مثل زایندرود جاری باشید بر روی چشمان ما. متقابلا همچنین شما آقا. خواهش میکنم. دستتون در نکنه. یاری خدا نگهدار. اگر کمی کسی هست ما امکانات محرومیم، در محرومیت هستیم، داریم مشاهده میکنید. نمیتونیم خدمات ارزنده‌ای به زائرین انجام بدیم. آقا نظر لطف شماست. کمبود امکانات بوده. همین هم آقا اثر ما زیاده. خواهش میکنم. ما در حد اینکه بتونید استراحت کوتاهی بکنید، رفع خستگی داشته باشید در این سفر. بله. قدم روی چشم ماست. ان شاءالله سال آینده با تمام امکانات و عنایت شما بزرگان در این امر خیر همراهی کنید، شاهد بهترین امکانات و پذیرایی باشیم در ان شاءالله. یاری خدا. اربعین حسینی به یاری خدا و لطف امام زمان دستون در نکنه. خیلی بزرگواری کردید. خواهش کنم. خدا بنده هم 12 سال در اصفهان زرین شهر شاگردی اساتید محترم کردم در دوران دبیرستان و دبستان و دوران تحصیلی. بله. با بچهای اصفهان هم خونم هم گوشتم. سرداران بزرگی دارن. اصفهان با سردار دهقان بودم، با سردار سعادتی توکلی
بله. توسلی شهدای عزیزم حیدری، شاه مرادی، بیات، شهدا انصاری، بله روحشون شاد. یادشون میکنم در این غار، همیشه به یادشونم و دعا میکنم براشون. آقا لطف کردین، دست شما درد نکنه. شهدایی که دوران دبیرستان جنگ ما قابلیت شهادت نبودم، اونا قابلیت شهادت داشتن و رفتن به سفر آخرت خودشون، ولی ما عقب مونده از اون. نه حاجی شما باید بمونید، بالاخره یه سری خدمات انجام بدید برای زائرین امام حسین. خواهش کنم ان شاء الله. ما قابل نیستیم، ما با عصای دستم بله فقیر ناچیز در خدمت همه زائرینیم که از هر جای دنیا قدم روی چشم ما بذارن. از توضیحات بسیار مفیدتون بسیار تشکر. البته ناگفته نماند این غار در کیلومتر 85 خرم‌آباد اندیمشق در حوزه شهرستان پلودخته واقع است. جاده آزادراه خرم‌آباد پلوزال اندیمشق کیلومتر 85 منطقه کرکی. بله معروف به غار روانشاد خادم الحسین شاهپور کرکی. دستتون درد نکنه آقا، خیلی خوشحال شدیم. آدرس واقعی غار. دستتون درد نکنه. ان شاءالله که قدم روی چشم بذارید در شما بزرگی آقا. التماس دارم. خواهش می‌کنم مزاحمتون نشم. خدا نگهدار. خواهش کنم. نوش جان بفرمایید. نوش جان. قربان من نمک اصفهان کردم آقا. بگیر پایین که بچه‌ها رو ببینید. بله. ما نمک اصفهان 12 سال تو زرینشهر خوردم. آب زایندرود اونجا خوردم. در اینجا لیجون خوردم. بفرمایید. یا علی آقا بفرمایید. آقا این کباب قال. دو ساعت حالا درست کنه. یه لحظه اجازه بده من. باشه یه عکس دیگه. تموم شد دیگه. بچه‌ها اینم قال. چشم. بیاین رو چای واسه بیا.